بازیکن میتونه 2 تا سرویس رو بزنه بچه‌ها. اگر سرویس اول رو خطا بکنه، حالا به هر شکلی که اشتباه زده، میتونه سرو دومش رو تکرار بکنه. اگر سرو دوم رو هم اشتباه بزنه اوت و کامل امتیاز رو از دست میده. شروع بازی از ساید راست زمینه و شما از ساید راست زمین سرویس رو با همون شرایطی که بهتون گفتم شروع میکنین و توپ به جریان میفته. پس حواستون باشه بازی از ساید راست شروع میشه و بازیکن میاد ساید چپ، دوباره بازی به جریان میفته و دوباره حالا یک نفر امتیاز رو میگیره و مجدد راست و چپ سرویس زده میشه تا زمانی که یک گیم کامل اتفاق بیفته و یک تیم اون امتیاز رو بگیره. سرویس زننده به هیچ عنوان تا زمانی که گیم رخ نداده سرویس زننده تغییر نمیکنه. پس حواستون به این نکته هم باشه که زمین و فنس برای توپی که در جریان بازیه، درسته، و برای توپی که توی استارت بازی و با ضربه سرویس زمین و فنس اوته و شما میتونین اگر سرو 1 هست سرو 2 رو بزنید و اگر سرو 2 هست که امتیاز رو از دست میدین. نکته مهمی که توی سرویس پدل ما داریم اینه که شما توپتون رو توی هوا نباید بفرستین. بازیکنایی که راکتی دیگر رو کار کردن مثل